شوهرم هنوز نرسیده بود خونه و بارون واقعا شدید بود. تو خونه مشغول کارام بودم که صدایی در اومد. من که مطمئن بودم شوهرم رسیده رفتم در رو باز کردم، اما دیدم یه زن و مرد جوان جلوی در موش آب کشیده شدن. به من گفتن ما غریبیم، اگه محبت کنین تا بارون بند بیاد بیایم تو خونه شما بمونیم ممنون میشیم. من که میدونستم اگه شوهرم بفهمه راهشون ندادم بیان تو ناراحت میشه، با روی خوش گفتم آره حتما بیایید و کلی تعارف کردم بهشون. زمانی که اومدن برن تو، کفششون رو در نیاوردن و با همون وضعیت وارد خونه شدن. چیزی که با چشمای خودم دیدم اگه کسی دیگه میگفت باور نمیکردم. روستا کلاً گلی بود، حتی حیاط خونه هم کثیف بود به خاطر بارون، اما خونه اصلا کثیف نشده بود. اینو که دیدم بهشون گفتم شما بشینید الان میام و رفتم در خونه همسایه. تا در رو باز کرد رفتم تو، داستانو بهش گفتم. چادرشو سر کرد و گفت بیا بریم نترس. وقتی از خونهشون اومدیم بیرون دیدم 2 گوسفند از جلوی خونه ما دارن میرن. همسایه گفت ببین گوسفندایی که این موقع تو این بارون زده بیرون. بهش گفتم بابا گوسفندا رو ول کن بیا بریم تو تا شک نکردن. رفتیم تو، کل خونه رو گشتیم اما هیچ اثری از اون زن و مرد ندیدیم. من که زبانم بند اومده بود به زور به همسایه گفتم به خدا این اینجا بودن. پرید وسط حرفم و گفت آره تو درست میگی، من باید میفهمیدم اون 2 گوسفند همونا بودن.